5 اصلا که هر بلوچی باید آنه بزنده. گویی 5 اصلانی زانگو شنگ کنگا ترویج دهگش به آدگه بلوچان رسینگ ما تونی از لحاظ فکری باور متحد ببین و از لحاظ عملی هم متحد ببین و تی عزت و کرامت پچ بگیریم، در واقع یک مشت محکمه و یک اصلهای 5گانه ببین. یک، این خبر زانگ که بلوچ یک ملت تاریخیه. وقتی گوشین که ملت تاریخی بلوچ، این خبر رسی نگاهیم که ما قوم ایرانی نهیم. ملت چیه گوشن؟ ملت همه گروه مجموعه چه مردمان گوشن که 4 چیز مشترکی ببیته. 1، زبان مشترک. 2، رو بیده و فرهنگ مشترک. 3، نژاد مشترک. 4، سرزمین مشترک. یک 4 مؤلفه یک گروهی چه مردمان که بودن آیان گوشن ملت. قوم یک چیز ضعیفه. قوم ایرانی یعنی اشان یه مجموعه هردلوکی تاریخا می بوده ما ایرانی های آریایی، در حالی که بلوچ از لحاظ تاریخی 9000 گیش تاریخی هسته، اولی شهرسازان جهان بوده که مهرگره تمدن بانید. پس وقتی ما گوشیم ملت، بار سیاسی و تعریف مشخصی که سازمان های بین المللی ها برای مجموعه های انسانی تعریف کتگن ادان به میان یاند. هر ملتی هم حق حاکمیت و تی سرزمین و تی منطقه ها ملت هسته. وقتی ما گوشیم ملت بلوچ، یعنی ملت بلوچ باید حاکم سرزمین بلوچستان ببید. دومی اصل، ملت بلوچ تحت استعماره. 1250 شمسی 1871 میلادی، بعد از ایشی که انگلیس و هندوستان یک مدت طولانی 200 سالت 300 خورده سالت که تصرف کامل تهایت رنده یهدگر بلوچستانی گبتگر، چطور سه ایشی که دوره تها روسیه یک ابرقدرتیت حمله مکنته هندوستان چه انگلیسی دستا پچمگیری که انگلیسی استعمار چی رایت و برای انگلیس سک مهمت هندوستان بلوچستان یهد و افغانستان یه دوی منطقه یوتی کبزه تو کرد در بیاریتش. بلوچستانی بعد سیکت کبزه تا دریارت دلی لوتت که ایران هم یک نیمگی و بحری ببارته، ایدا مرز حائلی اربکن. هدف مرزی ارکنگت وسطا تا هندوستان نجات بدن. چه ایدا بود که استعمار سرزمین بلوچستان اول توسط انگلیسیان چه مشرقی نیمگا و ایرانیان لوتاینگا گجره چه مغربی نیمگا که دوره ناصرالدین شاه قاجارت پیش آیا فتح‌های دوره آیان ترکمنچای قرارداد پیش یهدگت مرزهای شمالی ایران عوض بود تکتا، یعنی منطقه قفقازش سرزمینش دسته دادگت برای آیان سک توجیه پذیرت که بیانت به سمت جنوبا بلوچستان سرزمین رو بگرانتیم که همشه بلوچستانش گفت از واژه فتحش استفاده کو چه تاریخا به بعد مرزی دا وسط ارد بود بلوچستان غربی و شرقی کد. منطقه شرقی بلوچستان مدت ها مستقلت، اما منطقه غربی اینا از لازم مرزی حداقل ایشی که حاکمان منطقه توسط قاجاریه انتخاب کنگ بودن و یا ایشی که آن سر حداقل فشار یارک بود یا ایشی که چند خراج گرک بود ترندین مهرین مالیات های سنگین و کشت و کشتارهای عجیب غریب که بلوچستان توی شروع کردن، اینا شروع استعمارت. اما اصل استعمار شدید سنگین در دوره پهلوی آغاز بود که حتی منطقهش از مملکت و ایالت یه به نام استانش دریاد، استانش تقسیم کردن، تغییر بافت جمعیتش شروع کرد، زبان فارسیش تحمیل کرد، فرهنگ فارسیش تحمیل کرد، تاریخ دودرو بیدگش بدل کرد دانشگاهان که یهتن و ادام تحمیلش کرد که بلوچ قوم ایرانی و استعمار تکمیل بود. هنو 90 خورده سالی که بلوچستان تحت استعمار کامل گجری، یعنی تمام دور اطرافش مچارد مأمور گجران، مسئول گجران، حکومت دست گجرانه و گجران هم که اجازه ندارن که ما پیشرفت بکنن. سرزمینی که مال یک ملتی ببین و تحت استعمار ببین، تعریف استعمار هم برای شما گفت وضعیت استعمار بلوچستان. یه ملت ها از لحاظ سازمان ملل حق تعیین سرنوشت هستن که الزام آورین در بند 2 ماده 2 سازمان ملل متحد یهده هر ملتی ها حق هستن که وقتی استعمار بگروشید و وقتی استقلال و آزادی ها وقتی ملک اداره کنه و وقتی دولت سرزمین به دست بیارید. این چیزانی که در سازمان های بین المللی یهدگن تا قوانین و چیزی نه که مچوتار باشه. بلوچ یک ملتی. 2 بلوچ تحت استعمار. 3
استعمار ریشه مشکلات بلوچستان. از زمانی که استعمار سرزمین بلوچستان شروع بوده، شما گنده اید که بلوچستان در تمام شاخه‌های توسعه در جهل‌ترین وضعیت ممکن تا فقر، بی‌سوادی، بی‌بهداشتی، بیکاری، مردمان زندگی پاک از بین برده. شغل دو گجران دستن. بلوچ تحصیل کرده هم که بیبی به هیچ جا نتونی برات برسیده. هرچی بخاطر گجری نگیتی اجازه ندن تبایه. تا زمانی که استعمار مپروشید بلوچستان مشکل هم نپروشد. چون شما هر چی تلاش بکنید که شما مشکل حل ببن، استعمارگران اجازه ندهند. من مشکلات به خاطر وسعت سرزمین ما نهیم. خیلی از وسیع سرزمین در دنیا تو که هستن که توسعه یافته، بسیار هم توسعه یافته. اتفاقا وسعت سرزمین سگ برای توسعه کمک کرد. من مشکل چه بلوچستان جندان نهیم. استعمار شما بچارت هر مشکلی که عمیقاً بلوچستان تا هسته رد پای استعمار تا گنده بید. فشاران چند طرف هستن، برنامه‌ریزی هست تحمیل بگاهی از فقر و محرومیت و فشار بزدگی و قتل عام، کشتار و مشکلات بلوچستان سر. توسط کی گجر؟ پس سرزمین بلوچستان مشکلات که سومی خبری که ما باشگانی به خاطر استعمار. چهارمی خبر چی؟ راه حل من مشکلات فروشک استعماره و احیای دولت بلوچستانه. یه بار دولت مدرنی بلوچستان تا باید روی کار بیاد. تا زمانی که بلوچستان منابع سرزمینی وسیع منابعی هستی، بلوچستان جنده دست ما کپنده بلوچ وضعیت شرم نبی. تا زمانی که احیای دولت بلوچستان پیش میاد، این منابع همه دست نکپنده. ما هنوز یک ملت بدون دولتیم. و یه ملت بدون دولت اگر دولت به دست بیاری، و تی عزت و تی کرامت هم به دست بیاری. اگر به دست میاری در همین شرایط بدها، بلکه چیزی بدتر هم پشت کپی تو مانید. براندازی اگر شکل بگی ولی پدا هم گجر سیستم رو کار بیته، می وضعیت بدل نمی. همین خاطر براندازی هر چند مهمه و ما باید اول قدم تا انجام بدهیم، ولی باید مبارزه برای بی که بعد از براندازی ها بلوچستان دولت احیابی استعمار کامل بپروشید بروته. یعنی گجر سیستم دوباره بلوچستان تا پیاده مبیته. که اینا پنجمی خبریته. چطور که ما استعمار بپروشید؟ چطور که احیای دولت بلوچستان کنه؟ ایشی گو مبارزه ملی و سازمانی یافته اتفاق بی. یعنی ملت بلوچ با فارغ از ایشی که جنین مردینی، هرد مزنینی، عالمی، غیر عالمی، طلبه، غیر طلبه، مذهبی، غیر مذهبی، در چه شرایط تان، شرق تان نشته، غرب تان نشته، برزا نشته، جهلا نشته، کجا منطقه تان نشته، بلوچ باید برای اون سرزمین پچگرگا جهد مبارزه بکنه. ایشی یک آرزو نه عزیزان من. تمام ملت های دنیای تا وقتی که جهدش بوده، مبارزهش بوده، وشتاتگم جمعیتش اگر 2-3 میلیون نفر بوده در مقابل 80 میلیونی جمعیت که کشور تا بوده، بالاخره وقتی حقش پس گرفته و تی سرزمینش و تی کنترل اداری تا گرفته و هنوز هم ملت های سربلندی هم. ولی این کار به جز مبارزه سازمانی یافته محقق نبی. و مبارزه سازمانی یافته گو همکاری و عضویت شما در مجموعه های مبارزاتی مثل صحاب، مثل راجت و پاکی، گلا شکل گیری. بچه که آیان ترتیب و اصول کارا، روش کارا، شیوه های کارا، توزیع منابع و عهده گرانتیم برای که حرکت منسجم ببید و دیر مبرد. این پنچی اصلا زانگ و اندگران رسینک بی اندازه مهمه، باعث بیتیم که ما وتی کرامت و عزت بلوچستان که سالها چه دست انداده پد پد شد که من این ویدیو شنید بکنم.